آن مردانی که بیرون از کشور می روند و با مجرد داشتن زن و فرزند در کشور خود با زنهای غیر تاجیک یعنی ازدواج میکنند و از حال زن و فرزندی که در کشور خود، در خاندان خود، در خانه پدر و مادر است سال و ماهها خبر نمیگیرند. نظر شما در همین مورد چیست؟ ببین، به ازدواجش کار نداریم، خب اما هیچ وقت کسی را باید مایوس و افسرده خاطر ناامید نکند. این دوستریکایی که دستنگر هستند با هزار امید که پدرمون میآید، این دخترکی که آتا جان و داده جان و هزار آرزو و امید ره نگاه میکنند. مادرشون هزار تشویش و اضطراب و نگرانی دارد و پیش خدا دعا و التجا میکند. امروز و فردا متاسفانه سالها میگذرد، کمال ناجانمردی است. نه در دنیا برکت مییابد چون این شخص و نه در آخرت این خدا نمیبخشد، چون در حق شخصیت‌های خیانت کرد به اساس. این کار خوبی نیست. اون برادری که با چنین خطاهای تقدیری دست داده است با سوی فرزنداش بر بگردد. ما با اون طرفش کار نداریم، این طرفش خطرناک است. هر کسی رو به اساس ناامید میکند، افسرده خاطر رو مایوس میکند، حیات اجتماعیش تنگ میکند، بدون که پروردگار جبار میگه از رحمتم تو رو دور کردم. از یک دو سه و چهار این برکت نمییابد. ناسپاسی بزرگ به درگاه پروردگار نسبت به همه نعمت‌های پروردگار است. نسبت به همسر که بزرگترین نعمت پروردگار است، که پروردگار میگه این عاملی است که تو را سکونت میبخشد در دنیا. و فرزند بزرگترین نعمت پروردگار است. باید تکرار هم شود. پروردگار میگه هر وقت که من نعمت را بر بندم عطا کردم، این همسر است، فرزند است، پول است، مقام و منصب است، میخوام اثر نعمتم رو بر بندم نکو ببینم. اگر همین در همین مقام خیانت نکرد، پروردگار میگه بالاتر نصیبت باشد. اگر کسی در همین همسر و فرزند شکر کرد با وجود کمی و کاستی، پروردگار میگه که تو از همین جهت کمی رو نمیبینی. هر کسی هر نعمتی به دست میاد به کدام شکلی، وقتی مردم دور بر آدم جمع میشوند سلام علیک میکنن، یعنی آبرو اعتباری داری، همین آبرو اعتبار رو نگاه بدار، خدا بالاتر میبردت. اگر به همین آبرو اعتبار ندانستی، کس را شخصیت نپنداشتی، این کی از خودش، اون کی از خودش، سلام کسی رو علیک نگرفتیم، آبرو در جامعه در حال از بین میرود. چرا؟ چون بزرگترین نعمت پروردگار آبرو است. بله. آبرو رو پروردگار در طول عمر میدهد، برای کسی در 10 سال، برای کسی در 1 سال، برای کسی در 50 سال. یعنی آبرو قطره قطره جمع می شود. همین به قدر همسر و فرزندای معصوم و دوستریک نرسیدن، این از دست دادن آبرو در نزد مردم و در چشم پروردگار است. این خطاکار باید خوب در حال اصلاح کند، به سوی همسرش بر بگردد، به سوی فرزنداش بر بگردد، باز با کمال احترام معذرت بخواهد. چون معذرت خواستن از اینا کینه و کدرت از بین بردن است. این خوشنودی پروردگار است.